April 18th, 1993. David Koresh is the most notorious religious leader in the United States. When Christ reveals himself, it's going to be according to the book. To his followers, he's a modern-day Messiah. Many feel he's been hand-picked by God. I think David Koresh 100% believed that he was a prophet. But to the authorities, he's a dangerous criminal. This guy took sexual advantage of children. He said it was his duty. And soon he will leave them and the rest of his flock to their very own Armageddon. This is the last 24 hours in the life of David Koresh. در سال 1993 توی آمریکا آتشی برپا شد که ایمان و عقل و انسانیت به باد داد. He took sexual advantage of children. He said it was his duty. And soon he will leave them and the rest of his flock to their very own Armageddon. امشب میخوام یکی از برگ‌های سیاه تاریخ معاصر آمریکا رو براتون صحبت کنم. ماجرایی که آخرش تبدیل شد به یه آتش سوزی عظیمی که ایمان و عقل و درایت انسانی رو به باد داد. ماجرای دیوید کوروش، مردی که خودشو پسر خدا میدونست و با تعدادی از پیروان خودش کاری کرد توی آمریکا که هنوزم توی ذهن مردم آمریکا زخمش باقی مونده. چرا اسم خودشو دیوید کوروش گذاشت؟ چرا به کوروش اینقدر علاقه‌مند بود؟ در دنباله ماجرا براتون اینو توضیح میدم. دیوید کوروش فرزند یه دختر نوجوان بود. در واقع مادرش یه دختر نوجوان بود. پدرش هیچ وقت ندیده بود. این از بچگی خیلی دنبال مسائل دینی بود. علاقه داشت که کتابای دینی رو مطالعه کنه و کم کم رو آورد به کتاب مکاشفه یوحنا و علاقه‌مند شد که اینو تفسیرش کنه. بعدن که بزرگتر شد وارد فرقه داوودیان شد. فرقه داوودیان کیا بودن؟ یه سری از افراد کلیسای مسیحی بودن که معتقد بودن پادشاهشون، پیامبرشون داووده. این وقتی وارد این فرقه شد خیلی سریع رهبری همین فرقه رو به دست گرفت. به قدری کاریزما داشت که هر کس باش صحبت میکرد شیفتش میشد و بهش ایمان می‌آورد. حتی کسایی پیروانش بودن که تحصیل کرده دانشگاه بودن، دکتر، مهندس، زنای شوهردار، زنایی که بچه داشتن از سراسر دنیا، اینا هر کدوم حتی صحبت هم نکرد راجبش میخوندن، راجبش اخباری میشنیدن، باش ارتباط برقرار میکردن و بلند میشدن میرفتن آمریکا. اینا توی مزرعه توی منطقه ویکو تگزاس اومدن یه مزرعه بزرگ گرفتن که مال فرقه داوودیان بود در واقع و یه ساختمان خیلی بزرگ اونجا داشت. اینا توی این ساختمان شروع کردن به زندگی کردن و فعالیت‌های مذهبی. حالا فعالیت‌های مذهبیشون اینا خیلی خاص بود. دیوید کوروش یه افکار عجیب غریبی داشت. در این حال که خودش نماینده خدا میدونست، یعنی پسر خدا، میگفت من بره خدا هستم و میگفت من تنها کسی هستم که 7 مهر آفرینش رو میتونم باز کنم اصلا. حالا این 7 مهر آفرینش چیه؟ این همونه که تو مکاشفه یوحنا اومده که اسبای مختلفی هستن که رنگای مختلف دارن، اینا یکی یکی میان و هر کدوم وقتی میان توی دنیا رو به هم میریزن و یه حالت آخر زمانی ایجاد میکنن. اینه من توی ویدیوهای بعدی حتما توضیح میدم که چی هستش. به هر حال این خودش میگفت من تنها کسی هستم که این کارو میتونم بکنم. یه جورایی دیگه میگفت پسر خدا هستم، یعنی مثل مسیح. یه توهمات مسیح گونه داشت و توهمات عظمت، یعنی خودش آدم خیلی بزرگی میدونست و اینقدر تحت تاثیر قرار میداد آدما رو که میگم هر کس باش مواجه میشد بهش ایمان می‌آورد. The leader of a doomsday cult known as the Branch Davidians is barricaded in a religious center 100 miles south of Dallas. نهایتاً این آدما رو جمع کرد تو همون خونه، تو همون منطقه ویکو و فعالیت‌هاش که شروع کرد. یکی از فعالیت‌هاش این بود که عجیب بود. این میگفت که فقط زن‌ها باید با من
رابطه داشته باشن، چون از من فرزندانی به دنیا میاد که در آخر زمان اینا نجات یافتگان هستن دیگه و دنیا که رو به انهدام میره اینا نجات پیدا میکنن و نسل انسان باقی میمونه. حتی به شوهرای اینا اجازه نمیداد با زناشون باشن، فقط خودش این کارو میکرد. اینم جز عجایب بود که چطوری این شوهرها قبول میکردن. And 83 of his most loyal followers, including 21 children, have been holed up here at their Mount Carmel compound for the last 50 days. بعد از مدتی دولت آمریکا به فعالیتاش مشکوک شد. پلیس آمریکا فهمیده بود که اینجا اسلحه غیر مجازی نگهداری میشه، اسلحه مثلا ارتشی، اسلحه سنگین و یه سری فعالیت‌های مشکوک و حتی گزارشاتی از آزار کودک که نتیجتاً اینا بلند شدن رفتن اونجا و خواستن با دیوید کوروش صحبت کنن و منطقه رو بازبینی کنن، یعنی اون خونه و مزرعه رو بازبینی کنن ببینن جریان چیه واقعا. دیوید کوروش اجازه نداد. وقتی که اجازه نداد اینا مجبور شدن به زور وارد بشن، درگیری شروع شد. But to the authorities, he's a dangerous criminal. Leave them and the rest of his flock to their very own Armageddon. We had no idea what we were in for. This is the last 24 hours in the life of David Koresh. یه درگیری اولیه شروع شد، تعدادی از پیروان دیوید کوروش کشته شدن، یه تعدادی از پلیسا هم کشته شدن. پلیس ناچارا اونجا رو محاصره کرد. 51 روز این محاصره ادامه داشت و اینا مقاومت میکردن. Waco, Texas, April 18th, 1993, 12:30 p.m. بعد از 51 روز پلیس ناچار شد با گاز اشک‌آور و حتی دینامیتایی که تو ساختمون به کار برد مجبور شد یا اینکه به عمد، اینو هیچ کس نمیدونه، ساختمون با آتش کشید. Outside, more than 700 armed federal agents have surrounded the area. You saw multiple law enforcement agencies, emergency equipment, federal agencies, buses, SWAT teams, civilians. It had every element of humanity and law enforcement that you could possibly see. We expected that one by one would eventually all come out. At the first shot. And then all hell broke loose. And it just seemed to... With 21 children inside, one of the Davidians made a desperate 911 call. 911, what's your emergency? There's children and women in here to call it off. But for more than 2 hours, both sides continued shooting. 4 ATF agents and 6 branch Davidians were killed. More than 20 other agents were wounded before a ceasefire was finally negotiated. For authorities, the raid was a full-blown disaster. 86 نفر تو اون ساختمون از زن و بچه و خود دیوید کوروش زنده تو اون آتش سوختن. Growing ever more desperate, the building is starting to collapse around him. He has only 2 hours to live. The armored vehicles are now penetrating deep enough to reach the children inside. In the chaos, Graham Craddock thinks he sees another follower pouring fuel. It's clear the blaze has been started deliberately by the Davidians. In the message about the children being killed for any reason. With Mount Carmel in flames, Koresh and the Davidians either have to flee or be burned alive. Throughout the siege, by way of FBI negotiations, some Davidians have been allowed to leave the compound. One of those is Sheila Martin, who watches on with horror while the rest of her family is still trapped inside. My thought was, where is everyone? And I could see places on the building where there was no flames, no smoke. And the roar of the fire once it started cooking off. But so strong is Koresh's hold on his flock that his followers are fearful of leaving.
پلیس اعلام کرد که خود دیوید کوروش این کار کرده، ولی عده زیادی معتقد بودن نه، پلیس خودش این کار کرده و با آتش کشوندن این منطقه خودش از شر این جریان رها کرده. With Koresh and the others to come out. As the building burns to the ground, those still alive have run out of options. It's alive. Reaching the survivors, FBI agents drill them about the location of the cult's children. None of the 9 survivors are children, and there's no sign of Koresh. My greatest fear was that he would have a secret David Koresh tunnel. جالبه که توی دادگاه کسایی که آوردن و محاکمهشون کردن، یکی از زنای دیوید کوروش بود. حالا این چطور نجات پیدا کرده بود؟ این سیگاری بود و چون که دیوید کوروش از سیگار بدش میومد، این مجبور شده بود بره بیرون از ساختمون سیگار بکشه که همون موقع پلیس حمله میکنه و این تنها نجات یافته این جریان بود. و این زن بود که بعداً تعریف کرد که من خودم دیدم پلیس آمریکا اومد سوراخ کرد دیوارها رو و دینامیت کار گذاشت توی دیوارها و اونجا رو منفجر کرد و این آتش سوزی از داخل نبوده، چیزی که این زنه توی بعدا صحبت کرد. اینو دادگاهش کردن، البته خیلی بهش حبسی چیز زیادی نخورد، ولی چون تنها بازمانده بود خیلی مراقب بودن که زیاد صحبت نکنه. 3 days later, forensic investigators discover 33-year-old David Koresh's body in the charred ruins. In his forehead, they find a single gunshot wound. The autopsy suggests that David Koresh was killed at close range. Either he pulled the trigger or he was shot by one of his followers. افکار دیوید کوروش واقعا چی بود؟ دیوید کوروش نام اصلیش ورنون وین هاول بود، ولی خودش نام دیوید کوروش انتخاب کرده بود. داوود به این دلیل که توی فرقه داوودیان بود و معتقد بود پادشاه دنیا هستش و کوروش به این دلیل انتخاب کرد که میگفت تنها پیغمبر راستین جهان هستش. معتقد بود کوروش یه پیغمبره و به نام کوروش هم میگفت، سیروس نمیگفت، نام فارسیشو به کار میبرد چون معتقد بود اسم اصلیش همون اسم پرشینش هست، اسم فارسیش هست. احترام زیادی برای کوروش قائل بود، معتقد بود تنها انسانی بوده که برای مردم خوبی میخواسته و برای پیروانش، برای کسایی که توی سیطرش بودن احترام زیادی قائل بوده. در حال در سال 1993 تاریخ این جریان بسته شد، ولی ذهن اکثر آمریکایی هنوز هم همین هست که این دیوید کوروش کی بود و واقعیت ماجرا چی بود. دیوید کوروش معتقد بود که به زودی شیطان دولت آمریکا رو وادار میکنه که بیاد به ما حمله کنه و یه آتش بزرگی برقرار میشه و ما همه توش نابود میشه و جهان هم نابود میشه. البته پیشبینیش در مورد خودش درست بود و واقعا اون منطقه آتش گرفت، ولی بعد از اون که میبینیم که جهان هیچش نشد، ولی اون معتقد بود بعد از خودش جهان هم نابود میشه. The FBI was also left to account for its own failures. It had tragically misread the cult and made a series of disastrous tactical mistakes. هنوزم پیروانش معتقدند که در واقع جهان در اون دوره نابود شده. اینش جالبه و ما به قول معروف جهان یه پیچشی داشته که به این شکل در اومده. پیروانی داره هنوز، ولی خب دیگه الان کمتر کسی راجبش حرف میزنه و کمتر سعی میکنن به خصوص آمریکایی‌ها زیاد راجبش صحبت نکنن چون زخم عمیقی روی تاریخ آمریکا و من فکر میکنم هر کس راجب این ماجرا چیزی بدونه نمیتونه به این سادگی فراموشش کنه. اتفاق عجیبی بود که به این شکل بسیار غم‌انگیز و تراژیک تموم شد. متشکرم.